دوستان عزیزم سلام. امروز رو با هم همراه میشیم با اولین نامه سید محمود به پریدخت و جواب پریدخت به سید محمود. برای شنیدن این نامه‌های زیبا با من همراه باشید. تصدقت کردم پریدخت جان. بعد از سلام، امروز 3 روز است که در پاریس یا به قول خودشان پاریس رحل اقامت افکندم و قرار است به اون الله و منه همان گونه که ذکرش رفت درس طبابت بخوانم. اقامتگاهمان عمارتی است در حوالی فاکولته طب که تمهیداتی به قاعده دارد و اسباب معاش در مقبول و مطبوع مهیاست. کتابخانه‌ای معظم و مفصل هم در جنب همین عمارت است که اوقات فراغت بال را در آن می‌گذرانم. اما مگر خاطر عاطرتان می‌گذارد جامدان را که باز می‌کنم عطر وطن را انگار هنوز دارد و آه از عطرها که با این غریب دور افتاده از وطن چه ها نخواهد کرد. پاریس فوق نهایت عمارت‌های مجلل دارد. مردمانش اهل شرابند و قهوه و لغت فغانس را میگویند که زبان عشاق است و هر کس فرانسه نداند انگار از عاشقی بویی نبرده است. جانان من، عشاق اهل فرنگ، بالقطع و یقین نه از جام حافظ غزلی نوشیده اند و نه بر 2 بیتی های فائز و بابا طاهر لبی نزدیک کرده اند که به همین بونژو مادام مرسی بکم میگویند زبان عشاق. نیامده فراغ دست به گریبانمان برده و خیال معطرتان انیس پرسه های پسینگاهی و غریبانه ماست در سنگ فرش خیابانهای خیس پاریس. فراغ از حضور وجود عزیزتان و ناآگاهی از احوالات و اوضاع وطن. این روزها تلواسه‌ای بر دلمان نهاده که تو گویی دلمان نشابور است و بیخبری و فراغ صدای سم ستوران لشکر مغول. نخل نورسته مشروطه اگر نیکو باغبانی داشته باشد و اسیر خزان نابرادری برادرها و تموز خدعه بریتانی و روس و عثمانی نگردد، حکماً به بار می نشیند و سایه و ثمرش کام و نام همه اهل وطن را شکرین خواهد کرد. و دریغا وطن که اگر چرخ بد بچرخد و تاس بد بنشیند، خود کامگی و خود رأیی بر مصالح عامه بچربد. آقایان علما و مجتهدین و منورالفکرها و اصحاب قلم و کاغذ اخبار و ژورنالیست ها اما وظیفه‌ای بغایت سنگین دارند که مطلب مشروطه مشروعه به کرسی بنشیند و عدالتخانه آنسان که باید و شاید در اقصا نقاط ممالک محروسه ایران دایر گردد و پاداش و پاسخ دادخواهی و به مظلمه رفتن داغ و درفشن و چوب و فلک و دگنگ نباشد. علما و مراجع اگر در تنویر و تبیین مقاصد مشروطه مشروعه سنگ تمام بگذارند و بر آن اهتمام ورزند و عدالتخانه‌ای با قوانین شارع مقدس و دین محمدی تأسیس و دایر گردد، چه حقها که به محقش عودت می گردد و چه خونها که بر خاک ریخته نخواهد شد. من بعد طوله هیچ احدی از خوانین و امرای ولایات و قصبات نظر به ناموس رعیت نخواهد کرد و به خاطر عیشی منقضی حرمتی محتوک نمی گردد. تصدقت کردم
فکر و خیال شما و وطن لاینقطع خواب و خوراک از ما ربوده است و فوق النهایه به جد و جهدیم که هرچه زودتر به وطن مراجعت نموده و ملال دلتنگی و فراغ را بزداییم. کاغذ را می دهم مباشر ارشد میرزا عیسی خان معین التجار که پسان فردا از طریق مرز اسلامبول عازم تهران است خدمتتان تقدیم کند. زیاده تصدی افزا نمی گردم. نشانی فاکولته طب پاریس به جوف همین نامه خدمتتان ارسال می دارم و رجاء واثق دارم به زودی زود چشمم به کاغذ دست خط عزیزتان بیفتد و نور به چشمانم بازگرداند. دوستدار تو سید محمود. باقی به غایت جانم فدایت. پاریس، فاکولته طب، امارت شرقی. هوال محبوب. آقا سید محمود جانم، تصدقت کردم. من که جان به لب شدم تا کاغذتان برسد. از همان روز که چادر به دندان کاسه آب پشت سرتان ریختم و فلاح و خیرون حافظا می خواندم و درشکه‌تان در خم کوچه پشت باغ اناری میرزا حبیب متقالچی گم شد تا همین امروز که کاغذتان رسید دلمان هزار راه رفت. این فراق تاوان کدام ذنب لایغفر است که اینسان بر جگر ما خنج می اندازد. سرمان انگار بازار مسگران شده است و دلمان رخت شورخانه قنات پامونار. فوق النهایت تلواسه این داریم که زبانمان لال دیگر دیدارتان میسر نگردد. از همان روزی که نشان آوردید و سنگی روی بافه گندمی گذاشتید و شیرینی خورده شما شدم، از همان نگاه اول جگرم خال زد. از همان روز که آقا جانتان فرمود قرار است به پاریس بروید برای تکمیل درس طبابت، به خودم نهیب زدم که پری دخت. این سید اولاد پیغمبر ماندنی نیست. دل نبند که کندنش اذیتت می کند. عفو بفرمایید اگر گله‌ای می کنم، به خدا از علاقه زیاد است. شکایت از خودتان به خودتان می بریم. بر من ببخشایید. قدرتی خدا امروز در بهار خواب اندرونی به تلاوت کلام الله مشغول بودیم. نمیدانیم چه حکمتی است که هر چلای کتاب باز می کنیم سوره یوسف می آید. هی به گنباجی می گوید دختر جان اینقدر یوسف نخوان، برای زن جماعت کراهت دارد. می گوییم دست خودمان نیست. خود خدا هم فهمیده یوسفی در سفر دارم. لب ورچید که زلیخا نشوی که عاقبتش مشقت است و رنج و آه از دل زلیخا. میگوید یوسف خواندنهایت را بگذار برای وقتی که بار شیشه داری. لب گزیدم، سرخ شدم، گر گرفتم که بیگنباجی زبان به کام بگیرد. گفتم ربط. گفت یوسف که به سیب بخوانی اولادت یوسف می شود، زیبا و رستگار و عاقبت بخیر. قرآن می خواندم که آیه ای آمد، به دلم افتاد خط و خبری از شما خواهد رسید. دق الباب کردند. نامه رسان بود. مشت اسماعیل از ته باغ براق آمد و مشتلق طلب کرد. علت جستیم. گفت از شما کاغذ رسیده. بوسیدیم و بر دیده مالیدیم. کاغذ با دیده ما همان کرد که پیراهن با یعقوب. ما و اهل منزل همه خوبیم و اگر نبود همین دوری شما و رنج وطن دنیامان بهشت بود. از آقا جان و مادر جانتان هم بیخبر نیستیم. سر میزنیم و سر سراغ میکنیم. محبت دارند.
اوضاع وطن هم همین اوضاع دل ماست. ما که زیاد از اندرونی بیرون نمی رویم. همین جرایدی که آقا جان از حجره می آورد اجالتا مروری می کنیم. خبرهای خوبی به گوش نمی رسد. آقا جانمان می گوید شاه دم به تله مشروطه نمی دهد و کوتاه نمی آید. خلق الله هم که حالا هیزم حق خواهیشان گر گرفته خاموش بشو نیستند. قزوین و تبریز و تهران هر کدام میدان تیر و تفنگ است. آقایان علما متحدن و متفقن به شاه کاغذ دادند که مشروطه توشیح نشود در عتبات مجاور خواهند شد و موشدوانی های روس و بریتانی هم لاینقطع ادامه دارد. راحتتان کنم سید جان، حال وطن حال دل ماست. هر روز زخمی بر زخمی و رنجی بر رنجی. اصلا ضعیف جماعت را چه به پلیتیک، همین که عطر دم پختک روغن چکانش حیات و بهار خواب را پر کند و با ماست محلات دوغی به عمل آورد که نعنا و پونه و گل سرخ و فلفل سیاهش بالای گلوی تنگ بلور لایه نبندد و در دوغ معلق بماند، یعنی فرمان روای دل مردش. به دل نگیرید آقا سید جانم، گله و شکایتی ندارم، اما خدا به سر شاهد است از نمد پلیتیک کلاهی آید هیچ کس نشده الا داغ درفش و تیغ و تیزی. سخن به درازا کشید جان دل. شما هم یحتمل گرفتار درس و بحثید. زیاده تصدی افسان نمی گردم. فی النهایت این که از حال دل ما غافل نباشید. برای ما لاینقطع کاغذ بفرستید که دلمان به همین کاغذها خوش است. جان فدایت پری دخت.